مجیک هم خیلی خیلی خوش اومدی به این ویدیو. داخل این ویدیو قراره که 3 تا از کاربردی ترین فورس ها رو بهتون یاد بدم که بتونین وقتی که شواهد بازی انجام میدین بتونین یه کارت رو به بیننده فورس بکنین. این 3 تا خیلی کاربردیه، پس بدون معطلی میریم سراغ اجرای اول و بعد بریم سراغ آموزش. Let's go. من میدم دست کارت تماشاچی هر چقدر که دوست داره دور بزنه. اصلا مهم نیست، دست کارت دست تماشاچیه و کاملا میتونه کارتا رو مخلوط بکنه و هر چقدر که دلش میخواد کارتا رو با هم دیگه قاطی بکنه. خیلی دست کارت من میذارم اینجا و از تماشاچیم میخوام که هر جایی که دوست داره کاملا آزادانه دست کارت رو نصف بکنه و بذاره اینجا. تماشاچیم هر جایی که بچه دوست داره میتونه انتخاب بکنه. تماشاچی مثلا از اینجا کات میکنه. و اینم یادتون باشه که بگم که این کاملا این انتخاب دست تماشاچیه. یعنی خب دیگه ببین خود تماشاچی اگه فکر کنه به این موضوع یعنی میفهمه که از چه قراره. ببین هر جایی که کات کنه یه کارتی میاد دیگه و همیشه یه کارت نمیاد. خیلی خوب، تماشاچی ما الان از اینجا کات کرد و من دست کارت به این شکل میذارم که شما دقیقا ببینید. تماشاچی این کارت الان باید ببینه. این کارت رو میبینید، من نگاه نمی‌کنم و من الان میدونم که کارت شما کارت 2 دله. خب بریم واسه آموزش این فورس. خب بچه اومدیم واسه آموزشش خیلی ساده است. یعنی یکی از فورساییه که تنها چیزی که این فورس رو خفن‌تر میکنه شما حرف زدنتونه. یعنی هر چقدر بیشتر حرف بزنید حواس تماشاچی پرت میشه و این کار انجام میشه. شما دست کارتتون رو بیارین و بدین تماشاچی بر بزنه. حالا این یه نکته من بهتون بگم که داخل 2 تا فورس بعدم مثل هم که باید دقت بکن. شعبده بازی ها 2 دستن که فورس میخوان. یک دسته یک کارت خاصی رو باید فورس کنید که این نمیشه بر بزنید. یا باید بر فیک بزنید یا اصلا نزنید. ولی یه دسته از شعبده بازی هم هستن که مثل حالا یا ذهنخوانیه یا همینجوری یه کنترل کارت یعنی یه فورس کارت به بیننده هستش که میخواین کارت بیننده رو حدس بزنید که این تماشاچی مهم نیست حالا بر بزنه نزنه هیچ فرقی به حال ما نمیکنه. خیلی خوب، حالا اینجا بازی من چیکار میکنم؟ میگم که چجوری میتونید کار انجام بدید. اگر خواستین کارت خاصی رو به بیننده یعنی فورس کنید، مثلا خواستین مثلا آس ظاهر کنید، خب یک کارت آس رو میخواین تماشاچی پیدا کنید. برای همین میان یه آس برمی‌دارین رو برای مثلا من یه دونه تک رو میذارم اینجا، اینو میذاریم بالای دسته و این فورس رو انجام میدیم و تک میشه کارت بیننده. یعنی جایی که تماشاچی کات میکنه همین تک میاد. حالا بهتون یاد. اما اگر و بعدش که میرین جلوش فقط اینجوری بر بزنید و کارت بالا رو دوباره بذارید سر جاش. اما اگر این کارا نیاز نبود و فقط خواستین یک کارتی رو فقط به بیننده تحمیل کنید به فورس کنید، دست کارت رو بدین به تماشاچی کامل بر بزنه و بعدش کافیه کارت بالای دسته رو ببینید. حالا یا میتونید وقتی دارین حرف میزنید کارت گوشش رو ببینید که پیشنهاد نمی کنم. وقتی که از تماشاچی گرفتین کارت زیرو به عنوان کارت بیننده انتخاب بکنید. الان کارت زیر ما 2 خواجه. کارت ببین با 60 کارت رو بکشین و بقیه کارت رو روش بر بزنید به همین راحتی. حالا چه اتفاقی افتاد؟ این 2 اومد بالا، یعنی کارت پایین رو آوردیم بالا و الان ما می‌بینیم کارت بالا چیه و همین هم میشه کارت بیننده. حالا بهتون میگم پس شما واسه فورس کارت بالای دسته رو باید حفظ کنید. دست کارت می‌ذارید جلوی تماشاچی، یکم باهاش حرف می‌زنید که حالا از هر جا میخواد کات کنه، هر جایی که نصف کنه مهم نیست، میذاره اینجا. الان چه اتفاقی افتاد؟ ببین دست کارت بذار من اینو برگردونم که ببینید چه اتفاقی میفته. اینو ما می‌خوایم فورس کنیم، تماشاچی نمیدونه که این کارت اصلا می‌خوایم فورسش کنیم. یه جای کات می‌کنیم میذاره اینجا،
یعنی خود تماشاچی این کار انجام میده. بعد که این کار انجام داد کافیه تو چشمش نگاه کنین، یکم باهاش حرف بزنین، بگین که خیلی خوب دستگاه بر زدی و از هر جا که دوست داشتی کات کردی و این کاملا آزادانه است و تماشاچی میگه آزادانه است و اینا. اینجا نذارین حرفتون تموم شه، به پایان حرفتون که رسیدین یعنی داشتین میگفتید خیلی خوب پس قبول داری که آزادانه است و اینا، شما به جایی که این دسته روی رو بذارین اینجا، یعنی دقیقاً جایی که تماشاچی کات کرده، شما دارین تو چشمش نگاه میکنین دیگه، میگین که خب قبول داری کاملا آزادانه است و از این حرفا. بعد اینو برمی‌دارین میذاره روی دسته کات، یعنی اون جایی که نصف کرده رو میذارین بالا و تا تماشاچی نگاه میکنه بهش میگین خیلی خوب از همینجا کات کردی دیگه، کارتتو بردا ببین. و تماشاچی فکر میکنه که آره دیگه از همینجا کات کرده، ولی وقتی برمی‌داره دقیقاً همون کارت بالای دسته هستش. بریم واسه یه فورس دوم. واسه فورس دومم به همون صورت دست کارت میدم به مخاطبم کاملا بر بزنه، هر چقدر که دوست داره بر بزنه. حالا دست کارت میگیرم جلوش و ازش میخوام که یکم کارتا رو برداره و بچرخونه، هر چقدر دوست داره، حالا مهم نیست، هر چقدر که دوست داره. تماشاچی میاد مثلا از اینجا کارت میکنه و بهش میگم که این کارتایی که کات کرده رو بچرخونه و بذاره اینجا. حالا برای بار دوم ازش میخوام که یکم بیشتر از بار اول کات بکنه و بذاره اونجا، یکم بیشتر برداره و برعکس کنه و بذاره. خیلی خوب، حالا بریم ببینیم تماشاچی جایی که کات کرده کجاست دیگه، این از این دیگه آزادانه‌تر نداریم. ببینید من میگیرم سمت شما، دقیقاً کارتایی که برگشته شده رو ببینید ایناست، اینا میذارم کنار و دقیقاً میرسیم به اینجا، یعنی تماشاچی اینجا رو کات کرده بود دیگه به انتخاب خودش. حالا این کارت شما ببینید، من بدونید که ببینم میدونم این تک خشته. پس بریم سراغ آموزش این فورس جذاب. واسه این فورس بچه‌ها شما بازم نکته اول با دقت کنید. اگر که همون نکته که اول ویدیو گفتم، اگر که شعبده بازی شما یعنی کارتی که میخواین فورس کنید کارت خاصی بود که از خب میذارید بالا و بر نمیزنید، یا اگر هم میخواین بر فیک میزنید، یعنی اینجوری بر میزنید که کارت بالا هیچ تکونی نخوره، اصلا تماشاچی نرید بر بزنه. ولی اگر خواستین یه کارت رو فورس کنید هم دست رو بدین به مخاطب کامل بر بزنه و شما باز دوباره باید کارت بالایی رو ببینید. گفتم توی فورس اول چجوری کارت بالای دسته رو ببینید. حالا برای مثال من کارت بالای دسته رو 2 پیک میذارم و میرم جلوی مخاطب. الان من میدونم کارت بالای دسته 2 پیکه و همین رو فورس میکنم به مخاطب. دست کارتو میارم جلو، ببینید تماشاچی بهش میگین که هر جایی که دوست داره بر بزنه. الان بهتون توضیح میدم، اگر متوجه نشدین یه روش دیگه هم بهتون توضیح میدم که کامل بفهمید. اینجا تماشاچی مثلا اینقدر کارت برمی‌داره و میچرخونه. خب الان یه چه اتفاقی افتاد؟ الان اینجا کارتا که برگردوند، این کارت 2 پیک ما اینجاست. خب و حالا برای بار دوم ازش بخوایم بیشتر از بار اول کات بکنه و بچرخونه. الان دوباره این دسته کارت برگشت دیگه و وقتی که اینا رو بزنیم کنار میرسیم به 2 پیک. ببین اینا رو کارت رو بزنیم کنار و اولین کارت که رسیدین میشه 2 پیک. خب به این شکل میتونین انجام بدین. حالا اگر نفهمیدین بذار من این روش دیگه بهتون توضیح بدم. ببین فرض کنین دست من دست کارت، خب کارت یعنی این پشت دست من کارت بالای دست است. خب شما وقتی که یه جایی کات میکنین و میچرخونین این میره پایین دیگه. خب بعدی که بیشتر کات میکنین و میچرخونید این دوباره به حالت اول برمیگرده، فقط با تفاوت اینکه یکم کارت این بالا هست. این کارتا رو که بزنید کنار به اولین کارتی که رو به پشت هستش که برسیم میشه همون کارت بالای دسته. بریم واسه فورس سوم. واسه فورس سوم از تماشاچی میخوام که بازم دست کارتو هر چقدر که دوست داره بر بزنه و روی کارتا رو میرم تماشاچی هر جایی که دوست داره به من میگه اسو، مثلا اینجا میگه اسو، کارتو ببینه و اینجا من فهمیدم که کارت تک خاج بوده. بریم واسه آموزش این فورس. خب بریم واسه آموزش فورس سوم و فورس آخر. این فورس شاید خیلی راحت تر باشه، البته همش راحت بود و سعی کردم که فورسایی یاد بدم که هم به درد بخوره، هم کسی نفهمه و هم شما بتونید به راحتی انجامش بدید. این فورس
برعکس اون فورس های اول و دوم که باید کارت بالا رو فورس میکردیم، کارت پایین رو میخوایم فورس کنیم ببیننده. دست کارت رو بازم میگم اگر کارت خواستین فورس کنید بذارینش پایین و بریم انجام بدین. اگر هم نه که برین تماشاچی بر بزنه دست کارت رو و کارت پایین رو ببینید، فقط همین، ولی تماشاچی نبینید چون زایه است. یعنی دست کارت رو که بر زد اینجا اگر ازش خواستیم بگیم کارت پایین دسته رو حفظ کنید. همین. الان برای مثال تک خواهش همین پایینه. روی کارت ها ببینید بچه دست این دوتا انگشت میانی و انگشت شستتون به این شکل میاد دست پایین دست کارت رو میگیره به این شکل و دوباره این دوتا انگشت میاد از بالا کارت رو حالا یه چند تا اینجوری برداره. حالا من دارم آرومش میبینم. هر جای تماشاچی بگه استوب شما داریشون حرف میزنید تماشاچی متوجه نمیشه. هر جای بگه استوب شما یکم دست کارت رو بزنید به این و بگید خیلی خوب کارت رو ببین و اون کارت زیریه رو نشونه. در صورتی که تماشاچی اینجا اصلا ذهنش نمیرسه که شما کارت پایین دارید نشونش میدید. تو حرکت سریع به این شکله. بذار یه جوری نشون تو بدم. الان فرض میکنیم که این شاهده رو میخوایم فورس کنیم. بگیم که خیلی هر جای دوست داری به من بگو استوب. خب خیلی کارت رو ببین و همین راحتی شاهده فورس شد. و امیدوارم که لذت برده باشین. رسیدیم به پایان ویدیو. امیدوارم که از این 3 تا فورس بتونید استفاده بکنید و به کارتون بیاد. بچه حتما به کار میاد. همونطور که داخل ویدیو اول بهتون گفتم قراره که خیلی تکنیک داخل پستمون یاد بدیم که داخل شعبده بازی شما راحت تر باشید و داخل ویدیو جداگانه بهتون یاد میدم که داخل شعبده بازی اگر خواستین انجام بدین دیگه یه جا یاد بگیرید و نریم دیگه بریم دوباره آموزشش رو ببینید و اینا. عرضم به خدمتتون که یه ویدیو قراره بعد از این ویدیو داشته باشیم که با فورس کارت انجام میشه که خیلی خیلی جذابه. داخل چنل اینستاگرام ما اگر عضو بشید بهتون میگم که کی ویدیو فورس رو میذارم. یه پیش بینی واقعا عجیبه. حتما بهتون یاد میدم داخل ویدیو بعد. داخل چنل اینستاگرام علی مجید عضو بشین که ویدیو گذاشتم بتونید با خبر بشید و تیزرش هم اونجا ببینید. اگرم نخواستین همینجا دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله رو فعال بکنید که وقتی ویدیو گذاشتم نوتیفیکیشن برای شما بیاد و اولین کسی باشید که ویدیو منو میبینید. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.